بچه ها سلام، به چنل یوتیوب من خوش اومدید. بریم خرید سفره هفتی در برزیل بریم ببینیم برازیل که به قول خودشون میتونیم چی بدم بگیریم. بریم. بچه ها ما اومدیم تو لابی که بریم و از اونجایی که واقعا هوای برزیل هیچ چیش مشخص نیست، سیل گرفت، ما دیگه نمیتونیم امروز بریم. به خاطر اینکه ما تا اونجا می‌خواستیم پیاده روی کنیم با بچه، می‌خواستیم بریم ولی خب هوا یه مقدار خراب. ببینم کجا بود؟ هوا رو ببین. این وضعیت زندگی ماه. سیل. فکر می‌کنم برای فردا بتونیم بریم. با یه بچه. پس فردا سال تحویله. پنجشنبه نمی‌دونیم سال ولی تحویله. خب امروز تنکل. بریم خونمون. سلام از امروز. بالاخره ما اومدیم که سفره هفسین رو بگیریم. اومدیم کهفور دیگه، بریم ببینیم چی پیدا میکنیم. ببخشید ما یه مقدار صدامون هر دو گرفته، علتش هم اینه که ما سرما خوردیم، بعد هی خوب میشیم هی بد میشیم. بعد گفتیم که من یعنی این که دیر شد، اصلا هفسینم دیر شد، به خاطر این شد که نمیخواستم سفره هفسین رو با حالا مریضی و اینا بچینم، ولی دیدم نه، هوای برزیل اصلا جوابگو نیست دیگه. این شد که اومدیم بگیریمش بالاخره. بله، یک روز قبل از سال تحویل اومدیم سفره هفتینمون رو ببینیم چیا پیدا میکنیم. البته من یه سری چیزا رو از ایران آوردم، مثلا سمنو خب اینجا پیدا نمیشه، من آوردم سنجد، آوردم دیگه. الان باید یه سری چیزا بگیریم. حالا بریم اول سیب بگیریم. مثلا میگن سیب سبز نگیرین، ولی من سیب سبز رو بیشتر دوست دارم. من میگن که به ازای هر فرد خانواده بگیرین، منم 3 تا سیب سبز میگیرم. بله. حالا اصلا نظر شما چیه راجع به سیب توی هفسین؟ اینکه قرمز باشه یا سبز باشه؟ من سلیقه‌ای سبز رو دوست دارم، ولی یه سری خوبه، سبز هم خیلی خوبه به نظر من که سبز گزینه خوشگل‌تره. آخه میدونی شنیدم که جدیدن میگن که نمیدونم سبز نگیرین قرمز بگیرین، ولی حالا من چون به خاطر خوشگلی سبز میگم. شما بهم بگین که اصلا چرا میگن که سبز باشه یا قرمز باشه، کاری که میکنید رو بهم بگین چجوری بهتره. اصلا سیرم میخواستم بگیرم ولی سیرای کهفور اصلا خوب نیست، برای همین میبرمتون یه جا دیگه، از اونجا سیر خوشگل میگیرم. تخم مرغ بگیریم. من دوست دارم که تخم مرغ مثلا از این تخم مرغ رسمی نمیشه یه جوری بگیریم که تبدیل به جوجه بشه. من دوست دارم که تخم مرغم رسمی باشه، یعنی رنگش از این تخم مرغ رو ببینیم با هم قهوه‌ای دیگه باشه. من این رنگو دوست دارم برای هفسین بگیرم، یعنی تخم مرغ رسمی خوش رنگا. خیلی عالی. بگیریم بریم. فرق میکنه، هم بچه‌ها درشت‌تره. آره دیگه. اینا آجیلای برزیلیه. خب و حالا من آجیل رو بردم از ایران واسه عید، ولی اگر که مثلا بخواین سر سفرتون داشته باشین همه چی داره، حتی پسته هم دارن. اینا پسته‌شونه خوبه دیگه. بادوم هندی هم آریا پیدا کرد. اینم از شیرینیامونه. من خودم دوست دارم که مثلا شیرینی بذارم تو من هفسین. این شکلاتی‌ها رو خیلی دوست دارم بچه‌ها. خوشمزه. خیلی خوشمزه، خیلی لذیذه، در واقع تا میذاری تو دهن آب میشه. آره ولی از اینا نمیخریم. من خودم میخوام شیرینی درست کنم واسه هفسینم. همه این قشنگی لحظه تحویل سالی که اون لحظه سبزی پلو با ماهی خیلی میکنن در ایران یادم. بعد از آها حالا و یعنی سال تحویل که شد سبزی پلو با ماهی میخورن دیگه. میخوایم سبزی پلو با ماهی بخوریم. اومدیم توی قسمت برنجا. من برنجم میذارم تو هفسین، ولی حالا از این برنج همیشه میگیرم. یه برنجم لازم داریم. نظرت راجع به این که توی سفره هفسین بله سرکه بذاریم یا شراب بذاریم؟ یه چیز سلیقه‌ایه به نظر من، هر دوش هم خوبه، هم شراب خوبه هم سرکه، ولی خب حالا بستگی داره ببینیم چی پیدا میکنیم. سرکه خوب فکر کنم اگر بتونیم پیدا کنیم، یا حالا شراب که داریم. حالا نظر شما چیه بچه ها؟ برام بنویسین. به نظرتون سرکه بهتره بذاریم یا شراب؟ من خودم دوست دارم که سرکه بذارم، احساس میکنم اون حالت نوستالژی خودش شد داره. نمیدونم، شما بهم نظرتون رو بگین.
اینجا انواع اقسام سرکه ها رو پیدا میکنیم. من خودم یه سرکه نمیدونم چی دارم، قرمز خونه، از اینا خریدم، از همون میذارم. ببین اینجوری قرمزه. ولی یه واقعیتی که هست اینه که ما تو برزیل واقعا مثلا مثل کشورهای دیگه نیست. قبول داری که مثلا همه چی ایرانی بتونیم پیدا کنیم؟ نمیدونم، واقعا خیلی کمه این چیزا رو نداره. ما یعنی خیلی محدود میتونیم خرید کنیم. شاید مثلا حالا توی امریکا یا توی اروپا خیلی اجناس ایرانی بتونید پیدا کنید. اصلا مغازه ایرانی هست، اینجا اصلا نداریم. و واقعا توی برزیل خیلی اصلا اجناس ایرانی نمیتونیم پیدا کنیم. ایرانی هم نمیتونیم پیدا کنیم، خیلی تعدادمون کمه. زیبای خرید گل. من دوست دارم تو 7 سین گل بذارم، ولی حالا بچرخیم ببینیم چی پیدا میکنیم که من از این خوشم اومده، مناسب تر باشه. چی؟ اینا آخه رنگ نداره. بچه من به همه چی دست میزنه. ببین مثلا یا رنگی باشه مثل اینا، یا سبز باشه کاملا. آخه من سبزمم که گذاشتم اصلا خوب نشده. حالا الان بهتون نشون میدم تو خونه که سبزم اصلا نگرفته. اگر که حالا میدونید چرا که این مدل شده، علتش رو میدونید بهم بگین که سبزم قشنگ در نمیاد، روشن کرده. چرا تو این هوا به این خوبی؟ بله ایشون گل خیلی دوست داره، همه چی خیلی دوست داره، میخواد فقط دست بزنه. خدایا از این گله خوشم اومد، ولی واقعیت بین این سه تا رنگ موندم. این که خب سفید خیلی خوشگل میشه، اینم که یاد اون گل بنفشه میافتم، اینم که رنگ خاصیه. ببین نمیدونم کدومو بگیرم. آخرم مثل همیشه سفیده رو گرفتم. فکر میکنم تموم شد، ولی یه روز دیگه بعد بیایم یه ویدیو دیگه براتون بگیم از میوه خریدن تو برزیل. اگه دوست دارین حتما برامون بنویسین که میوه بخریم تو برزیل چجوری میخریم، از کجا میخریم. برامون بنویسین اگه دوست داشتین، حتما ویدیوشو براتون بگیریم. حالا الان من میخوام ببرمتون خونه، این چیزایی که خریدیم رو بچینیم با هم دیگه. نه نظرت هست؟ دقیقاً. بریم که بچینیم. آریام برام یه چند تا سکه گرفت. خیلی دوست داشتم سکه ایرانی باشه، ولی خب دیگه همینه دیگه، گرفتیم که بریم. بچه‌ها از اونجایی که ما هنوز ماشین نداریم تو برزیل، هر سری خرید میکنیم آریا با کلی عشق اینا رو به خونه میرسونه دیگه. البته منم یکیشو گرفتم، ولی خب همیشه زحمت میکشه. آخه دستاشو جای نایلون فدای سرت قربونت برم من. بچه ها اینا همون شیرینی نوستالژی توتا بود که بهتون گفتم من همیشه درست میکنم و دوستش دارم. اینم از 7 سین برزیلی ما. ولی به نظرم اگر سیبا رو اونوری میذاشی بهتر نبود؟ چه فرقی میکنه؟ میگن شگون داره. امیدوارم که سال خیلی خیلی خوبی داشته باشین، همه چی براتون خوب باشه. تا ویدیو بعدی، چاو چاو.